چاره کار و راهکار برای ایران و تاجیکستان همین است که دشمنان خودشون رو بشناسن. وحدت ما داروی شفابخشی است که همه کشورهای منطقه و جهان اسلام رو میتونه متمتع بکنه و هر اختلافی هم از زبانی، نژادی، قومی در این کشورها باشه، اونها از این اختلافها استفاده میکنن. راجع به موضوع زنجانی، همینجوری که شما مستحضر هستید، اتهامات سنگینی علیه ایشون در ایران مطرح است و در یک پروسه عادلانه و جدی دارن به اتهامات ایشون رسیدگی میکنن. قوه قضاییه ما نشون داده و ثابت کرده که هم دقیق، هم قاطع و هم منصفانه قضاوت میکنه. آقای زنجانی در خارج از کشور هم فعالیت‌های زیادی داشته. ایشون متهم است که با پول بیت المال فعالیت‌های خودش رو شروع کرده و این فعالیت‌ها منحصر به داخل ایران نیست، در خارج از کشور هم فعالیت‌های مختلفی داشته. وقتی پرونده قضایی ایشون در جریان است، توصیه من به همه، چه در ایران و چه در اینجا، این است که اجازه بدن به پرونده ایشون رسیدگی قضایی بشود و قبل از اون نه اتهاماتی راجع به ایشون رو در این ور اون ور مطرح بکنن و نه در پاسخ به اون موارد و اینها بخوان که در واقع یک اظهارات احساسی انجام بدن.